تیزر قسمت 118 شربت زغال‌لخته منتشر شد و قرار در قسمت جدید سریال شاهد ماجراها و اتفاقات عجیب و شوکه کننده‌ای باشیم. در قسمت 117 مراسم عروسی باشاک و فاتیح برگزار شد و سریال با این معمای بزرگ به پایان رسید که باشاک چرا با عروسی با فاتیح شک داره و نمیخواد جواب مثبت به خطبه عقدشون بده. در تیزر قسمت جدید طوری نشون داده میشه که انگار مراسم عروسی به خاطر یه حادثه عجیب و غریب به هم خورده و عروسی کنسل شده. اما خب احتمالاً باشاک خطبه عقد رو قبول کرده و زن فاتیح شده و بعد از جواب مثبت اون این حادثه تلخ رخ میده. در تیزر قسمت جدید شاهد اون هستیم که باشاک و فاتیح با هم ازدواج کردن و سر خونه زندگی خودشون رفتن. اما در این بین باشاک از این که زن فاتیح شده حسابی پشیمونه. این در حالیه که خود باشاک مخ فاتیح رو زده بود و به اون پیشنهاد ازدواج داده و معلوم نیست فاز باشاک دقیقاً چیه و چرا از ازدواج با فاتیح پشیمون شده. در این بین شاهد یک اتفاق عجیب و غریب هستیم و مادر باشاک فوت میکنه و مراسم تشییع جنازه و خاکسپاری اون برگزار میشه. در مراسم شاهد ورود یک مرد عجیب به مراسم هستیم که به سراغ باشاک میره. فاتیح متوجه این مرد شده و به ماجرا مشکوک میشه. احتمالاتی مطرح شده که این مرد احتمالاً عشق سابق یا نامزد سابق یا شوهر سابق باشاکه و این باشاک خانم یه زندگی مخفیانه و مرموز داشته و همه چیزو از فاتیح پنهان کرده و قرار این عشق سابق دوباره به سراغ باشاک بره و شاهد درگیری های فاتیح با اون خواهیم بود. در ادامه شاهد اشوه‌های عجیب و غریب خانم باده برای عمر هستیم. باده هر طور که شده میخواد خودشو به عمر بچسبونه، اما به خاطر زندگی سابق عمر و کیویلجیم و بچه‌ای که دارن کیویلجیم رو سر راه خودش میبینه و باید هر طور که شده کیویلجیم رو از سر راه خودش برداره تا بتونه به عمر برسه. برای همین به سراغ سالکیم رفته و از سالکیم کمک میخواد و سالکیم هم از خدا خواسته قبول میکنه به اون کمک کنه. در این بین ماجرای دعا هم بسیار عجیب و غریب شده. از یه طرف شاهد اون بودیم که دعا فوت کرده بود، اما در این قسمت‌های اخیر معلوم شده که دعا نمرده بلکه سوخته و قیافش عوض شده و احتمالاً قراره با یه هویت جدید وارد زندگی فاتیح بشه. سناریوهای عنوان شده که شاید دعا و باشاک با هم همدست باشن. این سناریو هم مطرح شده که دعا دوباره وارد زندگی فاتیح شده و زندگی رو برای اون به جهنم تبدیل میکنه و فاتیح برای رهایی از دست اون مجبور میشه دعا رو واقعاً و این بار با دست خودش پخ کنه و از دست اون خلاص بشه. اما از همه اینا عجیبتر ماجرای نورسما و حرمسرای شاهانه نورسما خانومه. خبرایی منتشر شده که قرار عشقای سابق نورسما یعنی الهامی و روزگار به سریال برگردن و بازم شاهد عاشقانه های عجیب نورسما باشیم. در این بین قراره یه مرد جدید هم عاشق نورسما بشه و طبق معمول نورسما وارد یه مثلث عشقی عجیب و غریب میشه و ماجراهای عاشقانه زیادی در انتظار این نورسما خانم قرار داره. اینم از ماجراها و داستانای جدید سریال شربت زغال‌لخته. نظر شما درباره تیزر قسمت جدید سریال چیه؟ نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. منتظر نظرات شما هستیم. تا ویدیوی بعدی شب و روز بر شما خوش.